امروز پدر و مادرها رفتار پسرهای خود را میدانند که ناخوب است، ولی با مجرد آنکه در عائله‌ها یک نافهمی سر میزند، پدر و مادر دختردارم اگرچه فعل دخترش را میدونند، ولی اینها قبول نمیکنند که بله در همین حالت پسر ما یا دختر ما همین کار را کرده است و یا که مثلا همین کج رفتاری از جانب وی است، یعنی قبول کنند. برعکس پافشاری میکنند، یکی طرف دیگری را گناهکار میسازند. در همین زمینه چی باید کرد؟ متاسفانه این بیماری است که درمان میخواهد. هر کسی که گناهش را اقرار میکند بهترین انسان است و افضل مسلمان است. هر کسی در گناهش یا گناه فرزندش اصرار میکند بدترین شیطان است. خیلی گناه بزرگ است. همین پدر و مادر سابقه میدونستند که فرزند خصلت دزدی دارد. اگر در خانه خودش وقتی شکایت کنند که دخترت فعل دزدی دارد یا پسرت فعل دزدی دارد، این آدم با وجود دانستنش اگر بگه پسر من این خلق نیست یا دختر من امکان نداره با چنین فعل دست بزند، بدترین شیطان است. باید همشفت باشد، همگیرا باشند، باید کار کنند، در جای تربیت کنند یا بگن ببین اثبات کنید، مثلا اگر اثبات کرده توانید ما جبران میکنیم. این اقرار کردن گناه جوانمردی است، مسلمانی است، انسانیت است، بشریت است. این فعل خوب است. اینا خدا دوست می‌دارد. کمبودی کرد من جبران میکنم، لیکن اثبات کنید. اگر اصرار کرد با وجودی که میدونست، آیت قرآن میگوید که میگوید همین کارا میدونست، همین کارا نکنه بدتر میکند، این در لعنت خدا گرفتار است. به عبارت دیگر بگیم از رحمت خدا دور است. وقتی کس از رحمت خدا دور شد، هیچ برکت، فایده و کشایش کار نمیبیند. برای همین پدر و مادر باید عقل به کار ببرن و اعتراف کنن. بله. و تنها پسر را یا دختر را نصیحت کنن. پدر و مادر در کنار فرزند باشند. کمبودی باید برطرف شود. از جامعه بریده پرستن کار آسان است. یک جای کوشش کنن که عائله سالم از بین نرود. این عائله سالم به اعتقاد نمی شود، به اخلاق و معنویات نمی شود، به ادب نمی شود. اما مصیبت در همین است که پدر و مادر اعتراف نمی کنند. این گناه بزرگ است. این پیامد بسیار ناخوب دارد.